شمش سوخ سوختم هلا علی دارم بیا زنگ زدم آقا بیاید آقا بیاید خب این چه مدل آقا آقا من الان از اینجا چجوری بپرم اون یو علی اتفاقات عادی شدن تلاش با این چه علیسی ما ول میکنی داداش منو ول چی میکنی خواهی او بابا برکت چی علی خدا حافظش کن جونمون از ویدیو تکانی دیدی انشالله بمیری ادی خودم بیام لحظه مرگت عقیمت کنم خب چیزی من اینجا برم خاک تو سرت من بریدم با بیار تو نتونستی آقا خاک تو سرت کنن مهدی من با ویار بودم تونستم بپرم توی الاغ نتونستی بپری خاک تو ایشالله سقط چی مهدی ایشالله یه ایجاجق پرواز کنه بری تو شورت گوگلی آقا علی چیکار دستگاه نکن دوست زن چی دارد هم سپکت این مدلی دارم هر کی نزدیکتره من از اون نزدیکترم بابا ماشینه بدون من دکمه صندلی بزن نه اون آره اون ریورس یا اول قلب یالی من فردا روزی گواهینامه بگیرم آقا من نمیبینم آجی مگه من جلو وای داداش بچه همون رانندگی رو از کی یاد گرفتن من نمیدونم کی ماشینش خرابه علی به قرآن تو چرا صدات هست تصویرت نیست کدوم گوری هستی ماشینش خرابه رانندگی به خر ماشین دادن انگار فرغون داره بریم آقا من شاگرد بشینم از الان بگم فقط میخوام بلسی بخندم سویچ تو سر سویچ کوما دستم تو خودم سمت چپ همون الو نزد صندوق گاز میده آی مردم داداش من چی دارم ماسمسک اسمش چیه من از اونا دارم علی ای برو پایین بابا ای برو پایین بابا سعود اینو نگاه کن چی شد؟ تو زیر پای من خالی کردی تو زیر پای من خالی کردی بهت آقا یواش بده عقب بده خالیه بده جا داری آقا برو خدا نمیشتم صدا تو آروم بیا عقب آروم فرمون بده عرفان آروم خیلی آروم آفرین ترپ کردی خب من مگه من راه پس دارم من راه پیش برو جا داری هنوز برو این ترکیم سلام علی کجا اینجاست گذاشته میشه مگولو از ریش پاش به خجالت بکش وقتی که این بسیجی آقا بچه‌مو فروختم من خجالت بکش بری صورتم آهلله جامون دیلده جامون از این سیپ بیا دیلده نفت بیا خودم ازش استفاده میکنم داداش چه کاری بریم نه چی بریم آقا شما شغل مورد علاقه تو بچگی چی بود؟
من شما دوست داشتی در بذار اینجوری بگم شما دوست داشتی در آینده چیکاره بشی؟ فکر کن الان 7 سالته. من الان میخوام ازت بپرسم من جای معلم مهدی کودک تو اینجوری داری داداش با من فرمون نبودم. همچین بازی میکنی یکم ببینی بفهم. بزرگ بشم چیکارشم بردهدار شغل من دوست داشتم. من همیشه دوست داشتم الله اکبر. یه دقیقه میدی همینجا وایسا بیشتر شما تشریح- فشار میاد بیشتر دارم تشریح میگیرم. بیشتر تشریح کن ای بابا آقا این میفهمه خب الان نه 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 سگا رو گفتم بجونم دیگه ما اینجا حمالیمون رو بکنیم و اینو نه بس کنید علی عیسی من تو تیم تو هم کجایی؟ گوگو گاگا با چی میگرد آقا چقدر اون پایین تو؟ دنبال چی میگردی تخمه به در آرو علی عیسی آیتم بده زمین پیکشتش بنده زمین داشت. برو آه علی چی میگی؟ آه للاس آره بزن منو آه للاس آه للاس من در جریان نیستم خلوت کردم با خودم چه مزاحم نشید لطفا مرسی. علیسی بیبی جنجاس علیسی درباره بیبی من حرف نزن خالت از بیبی خودت یاد گرفته این کارا آفرین چاکرتم آقا بودو بودو امام زاده شد ندو ایمانی ندو چی بود اونجا؟ چی دیدی؟ بابا من مردم چی داداش؟ آقا بسم الله عرفان آروغ رد کن ببینیم دیدم فرار نکن روی فرار نداری عرفان وایسا فرار نکن ازم آقا نیستم برو شب دلام با سه تا پسر سفید تو جنگل یه دستی هست ای بابا برقا رفت سر Maybe should I pick respawn? با کی کانورسیشن دوست عزیز دارم آقا دارم لباس بابا من گیر کردم آقا بیا از این برم بیا کسپا بیا از این برم بریم آقا من خب همه جا سلمانه چرا اینجا اینقدر بی‌بخاره هیچی نداره سلمان وراریو سلمان بابا سلمان گو خونه